سلام بچه ها، ما اومدیم امروز 206 رو خوشگل کنیم. گفتم قبلا اینکه داستان رو شروع کنیم حتما منو سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید و که بریم برای آموزش. خب دوستان، اول ما به سپر کار داریم، یعنی سپر رو مثلا برای اینکه خوشگل‌تر در بیاد، خب میگم که من این نه، اینم نه، این که اصلیشه، این آره اینو میپسندم، من اینو میپسندم. خب بریم برای آموزش بعدی. خب الان اینو اینجوری اصلا ما وجود نداریم تو دنیا. خب اینجوری همش وجود نداره، اینجوری وجود نداره، ولی خب اینجوری هم اینجوری بذاریم. خب بریم واسه مرحله دوم که مرحله چراغ ها میشه. چراغمونو بیایم این چراغ هست. این چراغ رو ما میذاریم روی خودتونم نورپردازی خواستیم بکنم، مثلا من قرمز میذارم یا مثلا آبی میذارم. خب دوستان خودتون اینو میتونین طرح کنین و ببینین کدوم از اینا رو میتونین بذارین. خب بریم مثلا چراغ عقب. این نه، اینا که برای 200، این یکی از بهترین چراغ 206 که تو دنیا ثبت شد، پس ما اینم میذاریم. خب حالا این نوشته‌مون رو هرچی دوست داشتین می‌نویسین. مثلا من می‌نویسم مثلا اینو می‌نویسم 206. خب ما اینو نوشیم. عشق فقط یک کلام 206 بسلام. خب ما اینو حالا رنگش گفت سیاه نمیشه، شاید میتونیم قرمز یا سفید. من سفید میذارم چون سفیده یه ذره واضح تر در بیاد. تو ماشین بازی اسپورت سوار 2 بازی نسخه